سلام علیکم. ما در راه ورونا هستیم همونطور که و اونجا الان یه ایستگاه قطار عوض کردیم، اومدیم یه چیزی بخوریم به این راه. منم همینطوری راه افتادم. برسیم ورونا، میریم خونه‌ای که گرفتیم و تحویل میگیریم، اونجا آماده میشیم میریم ورونا گردی. قراره کلی جاهای قشنگ بریم. خونه داشتم میگفتم قراره کلی جاهای قشنگ بریم دیگه. ورونا خیلی شهر قشنگیه و معروف به رومئو و جولیتش. در نتیجه منتظر جاهای قشنگ باشیم. بریم اینجا یه چیزی بخوریم بعد ادامه راهو بریم. Farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. ما متاسفانه روزو تقریبا از دست دادیم دیگه. الان رفتیم خونه‌ای که می‌خواستیم و تحویل گرفتیم، آماده شدیم، الان تازه اومدیم برای گردش و اولین جایی هم که تصمیم گرفتیم امروز بریم خونه جولیته که الان یه کوچه‌ایه که تا اینجا با اتوبوس میشد اومد، از اینجا به بعد دیگه باید پیاده بریم. این برجی که اینجاست، حالا اسمشو میگم، این یه برجیه که اگه این بالا بری کل ورونا رو میتونی ببینی. جلو چقدر قلبی زدم. بریم جلوتر بهتون نشون بدم. این کوچه‌ایه که میرسه به خونه جولیت. نگاه کنین همه رو با قلب تنظیم کرد. ورونا پر این کوچه پس کوچه‌ایه که خیلی خوشگله، قشنگ عشق میکنی توش راه میری و همه جام تم ولنتاین، همه جا قلبی. الان ما اومدیم گفتن که از این سمت ورودی خونه جولیت داریم میریم خونه خانم جولیت ببینیم چه خبره. تو این کوچه اومدیم رسیدیم به 2 تا در. یکی اینجا زده همین خونه جولیت، اون یکی فکر کنم موز است. خب شما اگه بخواید خونه جولیت رو ببینی باید بیاین این QR کد اینجا رو در واقع اسکن کنین، آنلاین تیکت بخرین، بعدش برید داخل دیگه. خب ما وارد شدیم. فکر کنم حیاته همون جاییه که مجسمه جولیت هست باش عکس میگیرن. چقدر خوشگله. همه صف وایستادن که اونجا با مجسمه جولیت که اون جلوه عکس بگیرن و مثل اینکه هنگام عکس یه کار دیگه هم میکنن. حالا برم جلو نشون میدم. خیلی خوشگله و البته خیلی شلوغ. داخل خونهش دور تا دور مغازه است. یکی اونجا مغازه است، یه دونه اینجا مغازه است. حالا بریم توش بعد از که با جولیت عکس انداختیم بریم توش بریم چی داریم. این بالکنی که اینجا میبینین بالکن خود جولیته. اون بالا مثل این که همه دونه دونه میرن عکس میگیرن. من هنوزش ایده‌ای ندارم که چرا این کارو میکنن. باید از یکی بپرسم. نمیشه از یکی هم بپرسم، ولی باید بپرسم که چرا دقیقا این کارو میکنن. کاری که همه انجام میدادن ما انجام دادیم و اومدیم داخل موزش. یه دونه از این مگنت ها من حتما میگیرم. راستی به ورونا روم کوچیک هم میگن، دقیقا به خاطر این در واقع مکانی که شبیه کلوسئومه ولی خب کوچیک تر.
اومدیم داخلش، تابلوها. بریم بالا ببینیم که بالا چه خبر. خب اینم صف اون قسمت ایوون در واقع بالکن جولیته که همه دوباره میرن عکس میندازن. اینم ویو پنجره خونه جولیت و اینم یه عکس قدیمی از فیلم قدیمی. خب دوباره یه سری پله داشت. خونه جولیت چقدر پله داره. بریم ببینیم بالا چه خبره. اوه موزهش لباساشونه. چقدر خوشگله از این بالا همه چی. خیلی از این بالا خوشگله. بریم از اون شروع کنیم. آه چقدر خوشگله. عاشق این تابلوهاشونم. این تخت خودشه؟ او مای گاد. این همه اینجا اومدن همه اسماشونو نوشتن. اینو این تختیه که برای فیلم رومئو و جولیت 1968 ساخته بودن. چه جالب. چقدر خوشگله. بریم طبقه بالا دوباره. چه جذاب. این چیه؟ جولیت lives here right to her. چه جالب. برای جولیت نامه می نویسن اینجا و میندازن براش که بخونه. یعنی ایتالیایی انقدر خرافاتی ها. چه جالب. دوستان ظرف‌های جولیت. رومئو و جولیت. ظرفاشه. لباساشون صندلی ها رو لباس رومئو، لباس جولیت.
اینم مغازه‌ایه که تو حیاط جولیته. روی نوشته رومئو و جولیت. چقدر خوشگله. یه دونه از اینا حتما واسه یادگاری میگیرم. اینم قلبه های کوچه خونه جولیت. رسیدیم به بخش خوشمزه داستان. اگه این دوتا جوجه انتخاب کنن بعد ما بستنی انتخاب میکنیم. چی میگی؟ چی میخوای؟ اینم من. امروز منو کم دیدی. Buono speciale con le granelle questo nocciola sì è per loro داره نگاه کن برام نوتلا با صندوق میزنه. یعنی من عاشق شبای این شهرام واقعا. اینجا جایی هستش که همه برندا و خیابون خریدیشونه در واقع. البته هم توریستی طوره خونه جولیت اینا اینجاست، هم کلی برند خفن. یه صدایی میشنویم، بریم سمت صدا ببینیم چه خبره. این دکه ها کنار همدیگه از بالا شکل قلبن. حالا من عکسش رو پیدا کنم براتون میذارم. دکه ها رو شکل قلب کنار هم چیدن. اینجا یکی از میدونای اصلی وروناست و چقدر زیباست. چقدر. اینم از روم کوچک. به ورونا روم کوچک هم میگن به خاطر دقیقاً این بنایی که شبیه کلوسئوم رومه. چقدر دور تا دورش قشنگه. دور تا دور همه رستوران و همه میز چیدن. خیلی خوشگله و من واقعا تو شب اینجا رو خیلی بیشتر دوست دارم. میخواستم فردا صبح بیام که نور خوبه اینجا عکس بگیرم، ولی الان به نظرم شبش هم خیلی قشنگه. هر چقدر از زیبایی ورونا بگم کم گفتم. واقعا یکی از قشنگترین شهرهایی بود که تا حالا اومدم. من حتی اصلا الان به این نشستم که ورونا رو از روم بیشتر دوست دارم. خیلی خسته و کوفته. دیشب من 3 ساعت خوابیدم. از صبح زود بلند شدیم، 5-6 ساعت تو راه بودیم، اومدیم، بعد آماده شدیم اومدیم به گشت و گذار. تازه خیلی از جاها رو نرسیدیم تو روز بریم، اونا رو فردا میریم میبینیم که اون میشه فکر کنم به احتمال زیاد قسمت دوم ولاگ. پس
البته تا آخر امشب همچنان تو ولاگ هستش، یعنی همچنان با من همراه باشید، چون اصلی ترین ایونت امروز امشبه در واقع. بله، اصلی ترین ایونت روز ولنتاین امشبه. در نتیجه با من تا آخر این ولاگ همراه باشین. قسمت دوم ولاگ میشه فردا، که دیگه فردا از صبح میریم یه سری جاهای دیگه اطراف ورونا و بعد برمیگردیم جنوا. بوس به کلتون که تا اینجا ویدیوی من دیدیم. ما در رستوران ماما میا هستیم. حالا درستش رو نمیتونم تلفظ کنم چون که با اجازهتون سرما خوردم. بله صدام گرفته. هرچقدر شب شد و سرد شد من بیشتر صدام گرفت، ولی اوکی، همه چی تحت کنترل، اصلا نگران نباشید. قرصینا همه چی همراهمه. امشب میخورم دوتا اوکی میشه. ما در رستوران ماما میا هستیم، اینجا میبینیم برعکسشو البته، و یه غذای خوشمزه ایتالیایی سفارش دادم که تا حالا امتحانش نکرده بودم. پاستای فوتوچینی با قارچ و بیکن، با خیلی جذاب باشه. کربونارا قبلا خورده بودم دیگه سفارش دادم. بین پاستا با صدف و این یکی پاستاه مونده بودم راستشو بخواید، و گفتم حالا تو این هاگیر واگیر صدف میخورم بعد مسموم پسمون میشم. البته بعیده ها، ولی ترسیدم یکم، چون حالا امتحان نکردم و بعدا در یه شرایط بهتری حداقل دسترسی داشته باشم به بیمارستانی جایی، اون موقع امتحان کنم. منتظرم غذام بیاد، گشنمه. غذای من اومد، پنیر پارمزانم بریزم بخورم ببینم که انتخابم چطور بوده. آیا به نظرم که باید خوب باشه. قارچ و بیکن و پاستاش هم به نظر قشنگ پخته میاد، باید جذاب باشه. جاتون خالی. من از حضورتون دیگه خداحافظی میکنم و شب بخیر میگم و منتظر فردا که فکر کنم ولاگ بعدی میشه باشین با این ویو جذاب. آره خلاصه که شبتون بخیر. البته شب من بخیر دیگه، میرم. شما نمیدونم کی داری میبینیم. بذار من رو در رو خداحافظی کنم. مرسی که روز اول ورونا رو همراه من بودین. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.